در گذشته رسوم‌های بزرگ همه احساسات منفی خود را که روحیت آنها با وجود می‌آورد برای کاغذ می‌فرآوردند. در نتیجه رسم‌های پیدا شد که جسم جان انسان را یک بار به لرزه می‌دراند. بسیاری مؤلفان معنای مجازی این رسم را برای انسانیت پیچیده گذاشتند. این کانال شادمان عبدالعلیمов رسم‌های خیلی ترسناک و با معنای پیچیده. با کانال ما ابونه شوید و ما آغاز میکنیم. سلام به همه بینندگان عزیز کانال شادمان عبدالعلیمov و کانال ما خوش آمدید. امروز درباره رسم‌های صحبت میکنیم که زیرا اسرار آنها هنوز معلوم نیست و خیلی رسم‌های مشهوری جهان به شمار میروند. رسم اولین را که دیده ایستادید مونالیزا که جاکوندا نام دارد. مؤلف این رسمی بزرگ در تاریخ جهان لئوناردو داوینچی میباشد. این رسم در بین سالهای 1503 و 1505 تصویر شده است. اما در این رسم عیناً کی تصویر شده است یعنی کی کشیده شده است تا هنوز معلوم نیست و به همه ما سیر میماند. بعضی میگویند که با این رسم جاکوندا یا که مونالیزا تصویر شده است، بعضی میگویند که لیزا گردینی، اما هنوز معلوم است شخصی با این نام و با این چهره در تاریخ ثبت نشده است. بعضی علما پیش بینی میکنند که در این رسم خود لئوناردو داوینچی کشیده شده است و در نتیجه دادن افکت ها چهره او تغییر داده شده است. این پیش بینی هم درست است چون که علما مدیسین میگویند که با این رسم چنین آنالیز دادند که در این رسم مرد کشیده شده است چون که از دیدن که دندان های پیش در او وجود نداشته است. لئوناردو داوینچی چنین ایجاد کرد که تا حال هیچ کس چه بودن او را نمیداند و اگر با این رسم نزدیک شد بین و دور شده از دیگر نگاه کنیم با دقت این رسم تغییر می‌یابد، یعنی چهره او از خندان و غمگین بدین دیگر شدنشان ممکن است. و باز دیگر بعضی علما میگویند که اگر این رسم با دقت یک دو ساعت نگاه کنیم انسان با این رسم به صحبت کردن شروع می‌کرد. باید اضافه کرد که رسم مونالیزا در تاریخ دو مراتب دزدیده شده است. بار اول این رسم سال 1911 از طرف یک از دوستای ایتالیایی از طرف پیروجا دزدیده می شود. یک چند سال این رسم گم بود و بعدی چند سال یافت شد. بعد یافت شدن این رسم شهرت جهانی را پیدا می کند. بار دوم باشد این رسم در وقت جنگ دوم جهانی از طرف خود فیورر گرمانیا آدولف گیتلر دزدیده شد. گیتلر دوست داشت این رسم را کلکسیا کند. بعد با آخر رسیدن جنگ سال 1946 این رسم باز به موزه شهر پاریژ لوور برگردانیده شد. خیلی معلوماتی عجیب. در باشد با رسم دیگر میگذاریم. رسم دیگر که مؤلف این رسم پارشالیسم میباشد. رسم خیلی عجیب، یعنی با یک نگاه چی بودن اون را فهمیدن ناممکن است. با یک چند نگاه هم فهمیده نمیتوانیم. بسیاری ها میگویند که به این رسم کوادرات سیاه تصویر شده است، اما این کوادرات هم چهارکنجه هم نیست. ولی بسیار ها حیران میباشند، حیران شوند، اما این درست است. این کوادرات هم چهارکنجه هم نیست، چی بودن او معلوم نیست و این سیاه نیست. ولی این برای کشیدن این رسم رنگ های سیاه یعنی کراسکه سیاه استفاده برده نشده است. اگر با دقت نگاه کرده ایستیم این رسم تغییر می‌یابد با نظر ما دیگر خیلی می‌تابد. ولی چنین چی بودن این رو شاید خودی مؤلف داند، اما انسانیت تا هنوز معلومات دقیق در دست ندارد. در باشد دوام میدیم و رسم دیگر هم رسم مشهورترین در تاریخ عالم، رسمی که در اکسیون ها با خیلی نرخ کلان فروخته شده است. مؤلف این رسمی بزرگ ادوارد مونک باشد. خود ادوارد مونک این رسم را چنین شرح می‌دهد: در کوچه همراه دوستانم رفته ایستادم. ناگهان آسمان رنگ سرخ گرفت و به گوش من فریاد خیلی بلندی طبیعت آمده رسید و من با فریاد آمدم. اما چی بودن او را تا هنوز نمیدانیم. در رسم خیلی چیزهایی را کشیده شده است که با یک نگاه یعنی با یک چند نگاه هم تا فهمیده نمی شود. مثلا در اینجا کشتی ها و چیزهای نمایان تصویر شدند. مثلا این دو شخص کی شده می تواند، یعنی چرا رنگ این نیلابی یعنی کبود است. این بچه چرا دست را به سر گرفته فریاد کرده ایستاده است، سبب آن چیست؟
то هنوز معلوم نیست. بعضیا میگویند که یعنی شخصانی هستند که این چه بود این رسم رو فهمیده میدونند آن را بود. بعضی ها با دیدن این رسم با خودکشی راه دادند. اما معنای این رسم چی بوده میتواند؟ چرا رسم یعنی مؤلف در نظر داشت؟ نمیدونیم، اما در رسم با خیلی مهارتی بلندی سورئالیسم و ریالیسم تصویر شده است که هم گوییم خطا نمیکنیم. و رسم بعدی رسم بعدی میگذاریم دوستان عزیز. مؤلف این رسم یکی از رسم‌های بزرگترین سورئالیستی بزرگترین جهان در آخر عصر 20 پابلو پیکاسو به شمار می‌رود. پابلو پیکاسو در این شهر را ایفاده کرده است که در نتیجه حمله فاشیستان خیلی ویران شده است. در این رسم قربانی‌های به حرمت قربانی‌های آن شهر که به مارتیروفکا راه داده شد تصویر شده است و خیلی چیزهای کشیده شدند که شکل آنها با ما انیق معلوم نیست. یعنی مثلا این چیست که میداند این چیست یا سر انسان یا که فیگورهای دیگر که ما تا هنوز معلوم نیستند که عیناً پیکاسو چرا در نظر داشت. مثلا این فیگور رو بینید، درک کردن اینها برای انسان تا حال مشکل شده ایستاده است. بعد از کشیدن این رسم حاکمیت فاشیستی پیکاسو را به خود جیغ زدن و پرسیدن پیکاسو این را تو ساختی این رسم را؟ او گفت نه این را من، نه این را شما ساختید. یعنی همه عیبداری همه آن حادثات عیناً شما هستید و شما ما را مجبور کردید که این چیز را کشیم. ولی پیکاسو بغیر از این بسیار رسم‌هایی دارد که هنوز معلوم نیستند. و رسم بعدی میگذاریم دوستان عزیز. باز یکی از رسم‌های مشهورترین و دارای سیر اثرهای زیاد ایوان واسیلیویچ گروزنی و پسری او. در تاریخ بسیار معلومات هستند که گفته می شود که ایوان واسیلیویچ گروزنی پسری خود را کشته است. اما بسیارها این معلومات را انکار میکنند، میگویند که ایوان واسیلیویچ گروزنی پسری خود را نکشیده بود. در عائله آنها بسیار دشمن‌های بودند که بسیار وقت حرکت کرده بودند که به شاه و عائله او زهر داده آنها را از بین برند. پابلو پیکاسو در اینجا پسر خود را آغوش کرده گریه کرده ایستاده است. هنوز معلوم نیست که خودی او کشت یا که با سوی قصد کردن. فهمیدن تا هنوز معلوم نیست. مؤلف این رسم بزرگ روس ایلیا ریپین به شمار می رود. و رسم بعدی میگذاریم. و رسم آخرین برای امروز و رسم ترسناکترین که ما خطا نمیکنیم. مؤلف این رسم بیل ستونهم به شمار می رود. در رسم دو کودک کشیده شده است، یکی پسر و یکی دختر و در پشت اگر با دقت نگاه کنید دست‌های کشیده شدند. در اینجا در آینه دست‌های کشیده شدند که خیلی با انسان در وقت نگاه ترس می‌آورد. از شخصی حضور می‌پرسم که در شب در این با این ویدیو رو دیدید باشن، شاید وقتی که خیلی ترسناک می‌نماید. من هم اولین بار وقتی که دیده بودم حتی به خواب هم در آمده بود. این دست چی است معلوم نیست. جای عجایب در آن است که وقتی که شخصان آن را خریدن از ستونهم، دختر آن عائله که این رسم خریده بود با گریه با پدر مادرش رفته گفت که آنها زنده شدند. یعنی آنها زنده، آنها سخن گفتند با آن دخترک. بعد از آنها برای از رسم خلاص شدن رسم را به دیگر کس فروختند. با آن کس هر روز، آن کس از کالیفرنیا بود، با آن کس هر روز مکتوب می آمد. مکتوب از کی بود معلوم، هیچ معلوم نبود. در اون مکتوب فقط یک متن یک خیلی بود. آنها می پرسیدند که باید این رسم را یعنی آتش زند. برای چی؟ سببش چی است معلوم نیست. یعنی رسمی باشد که خیلی تاریخی ترسناک دارد. یعنی
در تاریخ انسانیت یکی از رسم‌های می باشد که سیر اسرارهای او هنوز فاش نشده است. این بود رسم‌های امروزه، رسم‌های تاریخی که تا هنوز سیر اسرارشون نامعلوم است و رسم‌های ترسناک ما گفتار میکنیم. این طور باشد با شما خیر خوش میکنیم تا